خوش اومدیم به بازی ای فوتبال. امروز اومدیم با دربی پرسپولیس استقلال. بریم برای این بازی جذاب و دیدنی. اول من یه سراغ ترکیب برم. ترکیبو بذار ببینم کدوم ترکیب بهتره. همین ترکیب بهتره. ترکیب استقلال خیلی دفاعیه. لا کاری خیلی به دفاعی بودنش نداریم. بریم سراغ بازی رو شروع کنیم و بترکیم دیگه. خلاصه لایک سابسکرایب یادتون نره بچه ها. کامنت بذارین حتما. ویدیوهای منو لایک کنین. در موضوع ویدیو بدین حتما. من میدونیم که تمام کامنت ها رو همه کامنت های زیر ویدیو ها رو میخونم، لایکشون میکنم. فقط با خواهشن هر ویدیویی رو که دوست دارین من براتون بگیرم، موضوعشو به من بگین، من براتون ویدیوشو بگیرم و بذارم کانال شما از دیدنش لذت ببرید. فکر نکنم این فوتبالم آپدیت روز باشه یا آپدیت 2 آپدیت عقبه. مطمئن نیستم چون جدیدن آپدیتش نکردم. نمیدونم نشد. سیمیدون رو گرفت. بریم سراغ سانت. کورنر سوشرفی سانتش. ضربه سرش خوب نبود، جوندار نبود. اگه به دروازه بانم میرسید گل نمیشد. خیلی ضعیف بود ضربش. شوت بعدی بود زد بیرون. اگه گل میشد یکی جلو میافتادیم توی تقریبا دقایق اول بازی. بریم سراغ هجومی، تیمو کامل بکشیم جلو. بریم توی حمله سنگین. فعلا باید دفاع کنیم. اصلا وضعیت خراب شد. خوبه بس گرفتیم. بریم کامل تو حمله ها. باس برو امید عالیشاه. شوت موفق نبود. گل کجا شد؟ زدیم اینجا. پاس خوبی برای امید عالیشاه. امید عالیشاه شوتش موفق نبود و خطا شد. توپ رو زدن دیگه. خدا وکیلی. یه بار دیگه نگاه کنیم ببینیم. نه پا رو زدم، توپ فرستادم و فکر کردم توپ رو زدم. حسین کنانی اومده جلو. دفاع پرسپولیس کشیدن جلو تیم ها. شوت و گل نشد. چرا این دیگه چرا گل نشد؟ سینی دروازه‌بان خیلی میزون دروازه‌بانی کرده تا به اینجای کار. پاس شد کنار دروازه رفت بیرون. چه بازی هیجان انگیزی رو داریم تماشا می‌کنیم. اگه این گل شد چه گلی شد. سروش رفیعی چرا اصلا جون نرسیم؟ ندیده که سروش رفیعی هیچ کدوم از بازیکن‌ها جون ندارن. خیلی تیمو کشیدن جلو. فکر کنم به خاطر اونه تیمو بذار به حالت قبل برگردونه کم دیگه، یعنی تعادل توی دفاع حمله باشه. وای چرا این خورد به تیم؟ وای خیلی ضربه سر قشنگی بود. یکی رو زدم شوت کنه خرابش کردم. ضربه سر خوبی میشد، گل خوبی میشد.
اف که گل نشد. بریم سراغ نیمه دوم بازی. بریم یه سراغ یه ترکیب بریم خود ترکیب با انگولکش کنیم. یعنی سریع بریم سراغ ترکیب و خب جون دارم چون مهاجم جون علی علی پور بیاد تو سال کسی رو بیاریم به جای وحید امیری میکشیم اینجوری میشه سکن So we reached the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. خب استقلال اصلا ما تو بازی ندیدیم واقعا ندیدیم. Choosing to make the first change. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. استقلال که ببینیم چی کارش می‌کنیم توی دیگه با این تعویض چه تکل بدی چه پاسی چه تکل میزونی میلاد محمدی خود میلاد حرکت خوب میلاد میخواستم سانت کنم اگه خیلی دور فرسته خب یه خاصه خوب سروش رفعی کارت زرد داره بعد حواسمون جمع کنیم اخراجش نشه اکتر وقت نزنیم که باعث اخراج شدنش بشه خود علی پور شوت علی پور توی دروازه مهاجم تازه نفس پرسپولیس علی پور بعد به ورود گل اولشو میزنه به این میگن تعویض طلایی was unsighted by his defense, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. بریم سراغ گل دوم. خوبگیری امید عالیشاه حرکت میکنه سانت امید عالیشاه این نرسید خیلی بلند سانت کرد یکم پایین تر بود میتونست خطرناک بشه به باید استانونوف گیری باز برای استانونوف خیلی اسمش تلفظ سخته میگیره پاس خوب برای علی پور شوت علی پور بالای دروازه به بیرون میره حمله ایسال کثیر موفق نشده شوکو بزنه استانونوف خود استانونوف پاس خوبش برای میلاد محمدی خود میلاد ضربه سر علی پور گل دوم علی پور پرسپولیس 2 استقلال 3 گل علی پور یه بار دیگه با هم دیگه تماشا کنیم ضربه سر خوب علی پور به گوشه دروازه تو حسین حسینی هم موفق نشد که واکنشی نشون بده بریم ببینیم آیا موفق میشه علی پور هتریک بکنه تو این بازی یا خیر بابا یه حمله عالی از استقلال اشتباه جزئی وای چه اشتباهی کردم چه گلی خوردم خیلی ضایع بودیم همونو مستقیم زد بود اشکال نداره بریم سراغ ادامه بازی میکشه پاس خوب برای ایساد کثیر پاسش برای علی پور خوبه خود علی پور توی دروازه هتریک میکنه تریک علی پور در مقابل رقیب خودش یعنی استقلال گل زیبایی رو به ثمر رسوند ببینیم گل سوم چه پاس خوبی
روی در سال کسی واسه گل زیبایی سال کسی برای علی علیپور. توپگیری میلاد آمد. میلاد سر پاسش برای علی علیپور خوبه. خود علی علیپور موفق نمیشه عبور کنه دفاع بعدی استقلال. سونوراف اورونوف 6 دقیقه وقت اضافه برای این بازی لحاظ شده. بریم که این 6 دقیقه رو خوبی پشت سر بذاریم. یه موقعیت گل، توپگیری، یه اشتباه، یک شوت و توی دروازه. گل خوب استقلال. با اینکه خودم پرسپولیسی هم ولی خیلی گل زیبایی بود. یه بار دیگه گل با هم دیگه ببینیم. پاسکاری اینجا اشتباه کرد نه ولی گرفت و بیرون محوطه جریمه فکر کنم ماشاءالله گفت خیلی هم قشنگ زد. پرسپولیس استقلال 2. بریم ببینیم میتونیم گل بعدی رو تو همین دقایق باقی مونده بزنیم یا نه. 1 دقیقه باقی مونده از گل مساوی نشه. از وقت اضافه گذشته داور بس سوت پایان بازی رو به صدا در بیاره. سوت پایان بازی به صدا در میاد و پرسپولیس استقلال 2 با هتریک زیبای علی علیپور بازی به پایان میرسه. لایک سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدافظ.